این همه مردم کار اشتباه میکنن، چرا به ما سیگاریا گیر میدید؟ من خودم یه سیگاری همیشه در حال ترک سیگارم. قراره از شنبه که هیچ وقت نمیاد ترک کنم. هر نخ سیگارمو با عشق روشن میکنم، با عذاب وجدان ترک سیگار خاموش میکنم. من سیگار رو هدفمند میکشم. سردم باشه میکشم گرمم بشه، گرمم باشه میکشم خنک بشم. بعد چون چای خور شدیدم، بعد هر چاییم یه سیگار میچسبه. چون آدم عصبی هستم، به خاطر آرامش اعصابم سیگار میکشم. بعد چون سیگار خاصیت درمانی هضم غذا هم داره، بعد هر غذا یه سیگار میکشم. بعد چون میگن سیگار سالاده، به عنوان میان وعده سالمم سیگار میکشم. یه اخلاق خیلی بدی که پیدا کردم اینه، فکر میکنم اگه از بقیه سیگار بگیرم، سیگار خودم دیرتر تموم میشه. فندک بگیرم میچسبه، دیگه نمیتونم پس بدم. اصلا من آدم بدشانسی هستم. به محض اینکه یه سیگار روشن میکنم، یکی از آشناهام رو بیرون میبینم. یه بار یکی از فامیلامون رو دیدم، مجبور شدم سیگار رو ببرم پشتم، چون دودش میومد مجبور شدم بهش بگم اینقدر شما خوبی که من دارم میسوزم، وگرنه به آل آدم خبر میداد که من سیگار میکشم. چطورم؟